قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیز در هر گوشه و کناری دنیا، هر کجا هم که باشید، در حفظ امان الله یگانه باشید. اینک بعد از گذشتن عید قربان که امیدوار هستم برای یک و یک شما خیلی با برکت سپری گشت. برنامه دیگری داریم با عنوان حفظ قرآن مهم است یا اینکه دانستن محتوای آن و البته می توانیم علاوه کنیم و عمل کردن به محتوای قرآن. عزیزان، چه خیلی که می دانید مسلمانی حقیقی وجود ندارد که آرزو نکند فرزند او حافظ نشود. یعنی تمام مسلمان های آنهایی که محبت الله و محبت کتاب الله در قلبشان هست آرزو دارند. بعضی ها آرزوی به دست نآورده اشان این است که چرا من حافظ قرآن نشدم و یا فرزند من حافظ قرآن نیست، و خیلی خیلی زیاد هم سوال میکنن که چیکار کنیم که کودک ما زودتر حافظ قرآن شود، چیکار کنیم که فرزند ما کتاب الله را حفظ کند. یعنی در عرف تاجیکستان در ما قاری قرآن میگویند، در حالی که قاری خواننده هست و حافظ از یاد کرده و از خود کرده، ولی همین گونه عادت کردیم که میگیم فلانی قاری قرآن است اگر او حافظ قرآن باشد، اگر او حافظ قرآن باشد. بیایید ببینیم که مقصد از نازل شدن کتاب پروردگار حفظ کردن آن است و یا عمل کردن به محتوای آن، و کدام آن اول درجه می ایستد. پیش از همه البته باید حق بدهیم که آنهایی که قرآن را خالصانه به خاطر الله حفظ میکنند، برای آنکه خیلی یک مود هم شده است که بعضی تاجران و بعضی ثروتمندان به ضمن ثروت خود دوست می‌دارند که فرزندهای قاری هم داشته باشند، که بسیاری ها میگویند فلانی تاجر است و فرزندش هم قاری است. یعنی گویا که تا اندازه در بعضی ها به خودنمایی هم رسیده است که دیگر فرزند من قاری شد گویان به تمام دنیا آوازه و دروازه میکنند و خیلی خیلی به همه جا این چیز را رکلام میکنند، در حالی که حفظ قرآن یک عبادت است. یعنی یک چیز برای شهرت یافتن و عمل برای آبرو گرفتن و عبادت پروردگار است که انسان یا مسلمان باید به خاطر رضایت الله که کتاب تو را حفظ میکنم تا برکت در زندگی من شود، باید به خاطر رضایت الله قرآن را حفظ کنند، نه برای شهرت و خودنمایی و دیگر به تمام دنیا رکلام کردن که ما دیگر حافظ شده. یعنی اولا باید البته ذکر کرد که آنهایی که کتاب پروردگار را قرآن کریم را خالصانه به خاطر الله حفظ میکنند درجه آنها مثل انسانهای عادی نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، حدیث در مسند امام احمد است، آنهایی که قرآن حفظ میکنند حالا پاداش خودشان را یکسو مانند. به پدر و مادرشان پروردگار در روز قیامت تاج را میپوشاند و لباس را، حلیه هم در آنجا آمدگی است، جامعه دراز را هم به پدر و هم مادرش میپوشانند که ارزش آن تاج یا ارزش آن لباس از تمام دنیا بالاتر است، از تمام دنیا بالاتر است، و روشنی آن تاج از روشنی آفتاب هم روشنتر است. یعنی خودی حافظ یک طرف استاد، پدر و مادر حافظ قرآن را پروردگار تا این اندازه اکرام و احترام و عزت میکند که لباس آنها از کل دنیا هم، یعنی از تمام ارزشات دنیا هم بالاتر است. و وقتی آن پدر و مادر خوشبخت میگویند که پروردگار را به عوض کدام عمل این گونه ما را عزت بخشیدی، پروردگار میگوید به خاطر فرزندتان که کتاب مرا حفظ کرد، کتاب مرا حفظ کرد و این برای شما هست.
برای همین عزیزان حافظ قرآن بودن، قرآن را حفظ کردن، البته درجه اش بالا هست و خیلی گفتم حتی پدر و مادر او از دیگران بالاتر هستند و امام باید اگر یک چند نفر باشند و یک نفر حافظ قرآن باشد، حافظ قرآن امام می شود یا درجه اش همیشه بالا است. اما مقصد از نازل شدن قرآن اول درجه حفظش نبود. برای آنکه در آیات های قرآن کریم خیلی زیاد کلمه لیدبروا آیاتی یا لیتذکروا یا لیتفکروا رو میخوانیم. مثلا الله میگوید کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب. ما برای تو کتاب مبارک قرآن رو نازل کردیم تا اینکه آیاتهایش، محتوایش مردم اندیشه کنند، تدبر کنند، فکر کنند، ولی یتذکر و پند بگیرند و عمل کنند. اما اولو الالباب، صاحبان عقل و خرد آنهایی هستند که کتاب را میخوانند و تفکر و تدبر دربارش میکنند و پند میگیرند و عمل میکنند. و اینچنین در آیت دیگر الله میگوید ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما قرآن کریم را برای پند گرفتن آسان کردیم، آیا از شما کسی هست پند بگیرد؟ و از اینجا قرآن را برای حفظ کردن نازل کردیم آیت پیدا نمی شود. یا اینکه ما برای شما قرآن را نازل کردیم تا حفظش کنید و همیشه در همه جا خوانده گردید، بالای دسترخوان و بالای مرده‌تان و سر نکاح و در هر کجا و برای پند گرفتن و با آن زندگی کردن. برای همین در ما روایت های زیادی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم هست رضی الله عنهم اجمعین، چه از عبدالله ابن مسعود باشد، چه عثمان ابن عفان و دیگر صحابه ها باشد، که صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی قرآن نازل می شد 10 آیت آن را حفظ می کردن. پیش از حفظ کردن معنای آن رو می فهمیدن، معنایش رو می فهمیدن و آن عمل می کردن. وقتی عمل کردند و معنایش رو فهمیدن بعدن حفظ می کردن و تا همین به 10 آیت عمل کردن معنیش رو کاملا نفهمند و آیت دیگر نمی گذاشتن. یعنی زود حفظ کرده رویم و با همین تمام کنیم نبود. نه، ما اول معنایش رو میفهمیم، عمل میکنیم، بعدا حفظ میکنیم و بعد از اینکه به 10 آیت عمل کردن به 10 آیت دیگر میگذاشتن که این 3 چیز هم حفظ، هم عمل، هم فهمیدن معنای قرآن در آنها دیده میشد. برای همین میبینید که تاریخ شاهد است گوسفندچرانهای عرب با عمل کردن و برکت قرآن کریم و 100 سال نرفته دنیا رو حاکمیت کردن. کلی دنیا، فارس و روم و یعنی چون 2 دولت بزرگ در آن وقت بود زیر دستشان شد، چون به این کتاب پروردگار عمل کردن. اکنون ببینید صحابگان روش حفظ قرآنشان این گونه بود، یعنی عمل میکردن، میفهمیدن، حفظ میکردن. و آیت های قرآن کریم هم میگوید آمد این کتاب الله تا اینکه شمایان پند بگیرید. پس عزیزان چگونه که امروزها خیلی زیادی از ما خرد و بزرگ خیلی کوشش داریم عمل حفظ کنیم. خیلی گفتم خیلی زیاد پرسیده می شود که چیکار کنم، طریقه آسانش برای حفظ قرآن، طریقه آسانش برای حفظ قرآن کودکان. عزیزان چیکار کنم که زودتر حداقل کوتاه‌ترین تفسیرها مثل تفسیر جلالین یا اینکه سعدی رو تمام کنم گویان میپرسیده انسان ها کم هستند. گویا که فقط حفظ میکنم و بس. حفظ کردن به خاطر الله باشد، عبادت باشد که این بهترین است. اما مشکلی ما اینجا آمده در ماند که زیادی ها الکه حفظ قرآن رو همچون یک شهرت و خودنمایی، فلانی حافظ قرآن است برای او دختر خودم را دادم، فلانی حافظ قرآن بوده است او را فلانی تاجر و پسرش عروس آورد، در حالی که فقط حفظ قرآن آیا انسان را تغییر داده میتواند؟ و اینجا سخن عجیبی ببخشید که در مو خیلی گرما هست امروزها، سخن عجیبی ابن جریر طبری هست که میگویند
من در حیرت میمونم به نفرانی که معنای قرآن را نمیفهمند و میخوانند چگونه آنها تفکر و تدبر میکرده باشند، یعنی چگونه به آنها قرآن تاثیر میکرده باشد. وقتی یک چیز را میخوانی وقتی که هیچ چیز نمیفهمی، هیچ چیز نمیفهمی. آره، روخانی کردن به هر یک حرفش انسان ثواب میگیرد، نباید از خواندن قرآن کریم محروم شویم، اما دانستن معنایش بهترین درجهش این است که انسان زبان عربی رو آموزد و خودش قرآن رو خوانده کلمه به کلمه فهمد و به تفسیرهای عربی دست زند. اما حداقل امروز تفسیر با زبان فارسی هست، تفسیر با زبان روسی هست، بعضی تفسیرهای آسان بیان با زبان تاجیکی هستند. به اینها دست زدن خیلی کم است. برای همین ببینید که یعنی این کتاب به جای اون که بگویم که با فرزندم من میخوانم، فرزندم باید حلال و حرامی که در قرآن است که ما 500 آیت همش درباره احکام داریم، یعنی چی کار را کن و چی کار را نکن در قرآن 500 آیت کامله هست. حداقل این آیت ها را بداند، حداقل فرزند من درباره مهمترین چیزهایی که در قرآن آمده است از آن بداند. اگر شنیده جای این که شود نه فرزند من حتما باید تا 18 سالگیش حافظ قرآن شود، بعد از این چی؟ این چیز رو باید بپرسید. آره، خوش به حال شما، خوش به حال فرزندتان حافظ قرآن شد، اما بعدش چی؟ بعدش رهایش میکنن. حافظ قرآنی که معنایش رو نمیفهمد. خیلی زیاد میشنوید قاری بچه بود به این به آن گناه دست زد، قاری دخترک بود اما در اخلاقش چیزی رو ندیدیم، یا فلانی رو همه میدونند که همیشه از دستش قاری ها میبراید، اما قاری هایی که تماما احکام شریعت رو نمیدونند. سبب این است که در قرآن چی است آن رو نمیدونند. وگرنه ببینید اگر دولت یک سو استاد، شهر یا یک ملت یک طرف استاد، فقط در داخل خانواده ما آنچه که پروردگار در کتابش میگوید به آن خوانده و عمل کرده شود، کلا تقریبا کل ظلم و بیدادگری در داخل خانه ها گم می شود. فقط به آیت های میراث سوره نساء اگر در خانواده ها عمل کرده شود، یگان دخترک دست خالی و محتاج نمیماند، یگان بیوزن در کوچه ها بی خانه و بی در نمیماند، یگان برادر کلانی محروم از همه چیز اجاره به اجاره اینجا و آنجا نمی رود. فقط به آیت های میراث همان گونه که پروردگار امر میکند خانواده ها به آن آیت های میراث اگر عمل کنند، یا به آیت های مهر اگر مردها در کشور ما عمل کنند، میبینید که یگان خواهر، یگان زن مسلمان اینقدر محتاج و بیچاره و یک طلاق گیرد یا اینکه شوهرش را از دست دهد، دست خالی به کارهای بد نمیزند. این طرف است چقدر ما آیت های داریم، چی در سوره لقمان چی در سوره نور، درباره با اجازت به خانه خواب فرزند در آمدن. پدر مادر را یکسو گذارید. پروردگار در سوره نور امر میکند که شما پدر و مادر وقتی فرزندانتان به بلاغت میرسد، به بلاغت رسیدن که میدونه 13 ساله و 14 ساله بعضی 12 ساله هست، به اتاق خواب او یا در خانه ای که او تنهاست بدون اجازه ندارید. اول حتما استأنس و یا اینکه اجازت پرسید. فرزندها به بلاغت نرسیده در کوچکیتان، یعنی الله میگه کودکانی به بلاغت نرسیده 5 ساله 6 ساله 7 ساله خود رو یاد بدهید و خانه خواب شما بدون اجازت داخل نشوند. ببینید این آداب و اخلاقی که در قرآن هست، همان گونه که زیاد به حفظش خیلی گفته ایستادم حرکت داریم. اگر به عمل کردن به این آیت ها مایان کوشش کنیم، چی خانواده های، چی عائله های، چی شخصیت های از ما به جامعه تقدیم می شود. اما اینکه از این آیت ها خبری نیست، یعنی ببخشید از معنای اینها خبری نیست و چیزی دیگر که خیلی انسان یعنی چی گویم تا اندازه متاسف می شود که گویا که ما هجرانش کردیم قرآن کریم را. شنیده می شود از قصه ها، شنیده می شود از یک امرهای اختلافی که بین فقها اختلاف بود و به عقیده انسان هیچ ضرر ندارد، به نماز انسان هیچ ضرر ندارد. اما آیت هایی که آیت های فرضی هست، یعنی احکام است، حتما باید مسلمان داند. مثل حرام بودن همخوابگی در وقت حج، حرام بودن همخوابگی در وقت رمضان، یا اینکه حرام بودن تجارت در وقت
اذان جمعه رو شنیدن، یا اینکه مثلا حرام بودن مال یتیم رو خوردن، یا وقتی که فرزندت به بوی میرسد پول او رو از آن خود کردن، او رو دست خالی موندن، یا چیزی کسی رو به اجازهش گرفته فروختن. یعنی احکام هایی که احکام های عادی به سنت و مستحب نه، احکام های فرضی هستند. احکام های فرضی رو درباره اش آیتی قرآن رو خونده، چی درباره قرض باشد، چی درباره نکاح باشد، چی درباره طلاق باشد، گفته فهموندن تقریبا شنیده نمی شود. اما از کیم کدام کتاب های فلانی علامه پسری فلان چونین گفته است، فلانی چونین گفته است، اما فبأی حدیث بعده یؤمنون کتاب قرآن رو مونده چرا این سو و آن سو می رویم. ببینید اگر چنگ زده شود به همون گونه‌ای که امروز شکر پروردگار اگر در داخل کشور ممنوع باشد، هم خارج از کشور، چی در چچنستان باشد، چی داغستان باشد، چی در حتی مثلا تتارستان باشد، یعنی کشورهای کوچک داخل روسیه، قزاقستان باشد، ازبکستان باشد، قاریخانه ها یا جای هایی که حافظ قرآن را تربیه میکنند کم نیستن. اما مدرسه هایی که، یا حتی در خود بنده که در این مسئله چند سال است که با خواهران مشغول هستم، گروه هایی که برای حفظ قرآن است، گروه هایی که برای درست خواندن قرآن است، گروه هایی که برای یاد گرفتن خواندن قرآن است کم نیستند. اما گروه های تفسیر حتی باشد هم اینقدر طلبنده ندارد. یعنی آنهایی که بگویند آره ما یک نقشه داریم، این ما یک جز قرآن رو همش رو تفسیرش رو میخوانیم، آره ما نقشه کشیدیم که همون سوره که حضرت عمر گفتن هر یک زن باید بداند و سوره نساء و سوره نور و این سوره ها رو حتما میخونیم که درباره‌اش احکام برای زن ها زیاد است، یا سوره هایی که اکثریت احکام و زندگی رو در بر میگیرد، سوره بقره و سوره نساء و اینها رو میخونیم، یا سوره گفتیم حجرات و درباره آداب و اخلاق و سوره نور، حداقل تفسیر اینها رو تمام میکنیم. این گونه همت بستن و این گونه گروه ها یا این گونه درس های جمعی قریب که دیده نمی شود. چرا؟ یعنی فقط قرآن مگر برای خواندن و روخانی کردن است، یا با صدای زیبای خود تلاوت کردن و چند نفر رو که معنایش رو ندانسته گریه کردن هم خیلی عجیب است. یا یک نفر قرآن خوانند گریه میکنن، در زمان پیامبر هم گریه میکردن اما با معنای آیت رو فهمیدن. درباره دوزخ صحبت کردن و درباره جنت صحبت کردن و درباره مرگ صحبت کردن، این آیت ها رو میخواندند و گریه میکردند چون که معنایش رو میفهمیدن. اما فقط به خاطر اون که چقدر صدای عذب و شیرین دارد گویان گریه کردن هم اینقدر منطقی و درست نمیرسد. ببینید که چرا ما به معنیش همون گونه‌ای که به حفظش تمرکز میکنیم، به حفظش دقت میدهیم و جد و جهد میکنیم، چرا به معنیش نمیداده باشیم که در حقیقت خیلی گفته ایستادم، همون گونه‌ای که میگوید من فرزندی من خواهد نخواهد باید حافظ قرآن شود، حتما پس از این فرزندی من حتما باید به محتوای قرآن داند و عمل کند وجود داشته باشد، وگرنه آنی که قرآن را حفظ میکند و عمل نمیکند چی فایده دارد؟ قاری قرآنی که هیچ به گفته قرآن عمل نمی کند و میشنوید البته که حتی به نمازش اهمیت نمیدهد که ستون دین است و با نیست شدنش دینی تو هم نیست می شود، به این اهمیت نمیدهد، از او چی فایده میگیریم؟ کجا رو تغییر داده میتواند و کی فایدهش میرسد؟ چیزی دیگر عزیزان خیلی گفتم، مسئله حفظ قرآن که مثلا نیت کردن پدر و مادر که انشاءالله من فرزند خود را حافظ قرآن میکنم، دخترک خود را، پسری خود را، این بهترین است. بهترین نیت هست که پروردگار به تمام مسلمان ها، به تمام پدر و مادران، به شمایان شنوندگان و بینندگان عزیز نصیب کرده باشد که فرزندهای عمل کننده با قرآن و حافظ قرآن داشته باشد. اما اینجا مسئله خیلی خطرناک دیگر هست. وقتی فرزند حافظ قرآن می شود یا خودمان گفتیم حافظ قرآن می شوم و بعد از این کلا ترک کردیم، خطر جدی دارد. برای اون که در ما حدیث در صحیح بخاری هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم خواب می بینند و چه خیلی می دانید لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق،
خواب پیامبران راست است. یعنی وقتی پیامبران خواب میبینند، خواب آنها راستی هست، چیزی حقیقت رو میبینند. پیامبر خواب میبینند که نفر را با سنگ سرش رو میزنند و پرش میکنند، باز میزنند و پاره میکنند، یعنی درد به درد، علم به علم او عذاب میکشد و سر او رو میزنند و سرش رو پاره و چوب میکنند. و وقتی پرسیده میپرسند که این نفر کی است که در این عذاب است، گفته میشود که همانی بود که یک بار قرآن رو به دست گرفت یا یک بار به قرآن دست زد، سپس ترکش کرد. در تفسیرش آمده است که عمل کردن به قرآن را ترک کرد، قرآن را حفظ کرد و دیگر به آن حفظ کرده اش اهمیت نداد. یعنی حفظ های کرده اش را فراموش کرد، از اینکه اهمیت نمیداد. بعضی می شود در کودکی حفظ قرآن را حفظ میکنید ولی بعدا مشکلی می شود و کم کم تکرار میکنید، یعنی کلا مثل اون که در کودکی در سر شما بود این گونه نمیستد. اما پروردگار میداند که شما در حرکت هستید، شما قرآن را ترک نکردید. نه، وقتی قرآن را حفظ کردید، از خود کردید، برایش زمان دادید. خیلی که میدونیم بعضی ها هستند که تا 10 سال هم برای قرآن کودک خود را میدین، بعضی ها تا 4 سال، بعضی ها هستند که عموما از کل پیشروی های دنیا فرزند خود را باز میدارند که فقط حافظ قرآن باشد تمام، حتی زبان عربی را نداند، همین برای من قاریگیش بس است. اما اسلام قاری پوچه که معنای آن را نمیداند و او چه ارزش میدهد، اینو باید فکر کنیم. پس اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، از حدیث که بیرون نشویم، آنه که یعنی کسی که سرش رو با سنگ میزدند و پاره میکردند و درد و علم داشت، نفری هست که قرآن را از خود کرد و سپس ترکش کرد، عملش را ترک کرد و خود قرآن را هم ترک کرد، از بی اهمیتی، از اینکه به قرآن احترام نداشت. این در این عذاب است، این در این عذاب است. و این چونین باز با این درد و علم نفران گرفتارند که نمازهای فرض را با خواب میگذرانند، یعنی برای نمازهای فریضه بیدار نمیشوند، نماز همین خیلی قضا شده میرود. پروردگار از مقیم الصلاة گرداند و این چونین از نفران گرداند که قرآن را هرگز ترک نکرده باشند. پس عزیزان اینجا وقتی میخواهیم به آن تاج طلایی و با آن لباسی که ارزشش از دنیا قیمت‌تر است صاحب شویم و این چنین از نفرانی که با خواندن قرآن آیت به آیت داخل بهشت میشوند که روز قیامت گفته میشود به آنهایی که حافظ قرآن هستند بخوان و تلاوت کن، آخرین جای آیتی که ایستادی آنجا مکان تو در جنت است. یعنی راست به جنت قرآن خوانان داخل شو. و حدیث های زیادی هست که قرآن شفاعت کننده حافظانش است، آنهایی که به خاطر الله قرآن را حفظ کردند و عمل هم کردند، روز قیامت قرآن آنها را شفاعت میکند. برای به این نائل شدن حتما باید این خطرش را هم دانید. یعنی آنی که قرآن را حفظ میکند و تمام عمر دیگر با قرآن معاهده میکند، ترکش نمیکند، مثل خوردن و نوشیدن که فراموش نمیکند، قرآن را هم ترک نمیکند، قرآن او را به جنت میکشاند. اما آنی که قرآن را یک بار حفظ کرد، نام قارگی را گرفت، دیگر فراموش کرد و ترک کرد، که متاسفانه این گناه ها را زیاد میبینید. آره در زمانش حفظ کرد، دیگر به دستش قرآن نمیگیرد، دیگر در یادش هم نیست که او باید در یک روز حداقل یک کمی تکرار کند. میبینید که در این حدیث خیلی که پیامبر میگویند آخرتش وای است. یعنی به سبب کلا به اهمیتی کردن و دیگر نگاه نکردن به قرآن و ترک کردن یا هجران کردن قرآن برمیگردد به جهنم، که اینجا حتما به این چیز اهمیت داد. یعنی آره صاحب میشوم به این همه شفاعت و به این همه فضل و فضیلت قرآن، اما دانسته بونیم که باید با قرآن معاهده داشته باشیم، یعنی قرآن همیشه با ما باشد و بعد از این ترک نکنیم. و اینجا ببینید که مسئله دیگر این است که حفظ قرآن عزیزان عبادتی هست که بجز اینکه خیلی گفتم چقدر رحمت و برکت هست در دنیا و آخرت برای صاحبش، این چونین قرآن باید در وقتی حفظ کردن به 30 سال نگاه نکرده کی نباشد. هم برای اینکه خواهرانی هستند هنوز 30 ساله هستند یا 29 ساله هستند، بعضیشان
40 ساله هستند میگن اصلا امکان ندارد که من حفظ قرآن کنم، اصلا دیگر امکان ندارد. یعنی به خود الکی 100% اطمینان دادن یا گفتیم خود را قانع کردن که من هرگز حفظ قرآن کرده نمیتوانم. ولی این را بدونید که پروردگار جسم انسان را این گونه آفریده است که هر چی رو حرکت میدهی او قوی می شود. انسان هایی هستند که بعد از 40 سالگی به ورزش پای مشغول شدند و پای آنها در 90 سالگی هم از جوان ها قوی تر است. انسان هایی هستند که به ورزش دست مشغول شدند و دست آنها دیگر خیلی قوی است. انسان هایی هستند که به ورزش مغز سر مثل حفظ کردن، چون مغز سر را با حفظ کردن و از خود کردن انسان تقویت می‌دهد، مغز سری آنها بعد از پیری هم از کار نمی‌ماند. یعنی اگر کل قرآن را حفظ نکنید هم می‌توانید مقدار از آن را 1 جز، 2 جز، 5 جز، 4 جز حفظ کنید، اما حتما باید بدانیم که با معنایش و عمل کردن با معنایش. وگرنه قرآنی که فقط حفظ کردیم در جایی که الله میگوید و یمنعون الماعون، اشیاهای بسیط خانه رو، اشیای عادی خانه رو به همسایه ها نمیدهند، به دوستان نمیدهند، بخیل هستند. قرآن را حفظ میکنیم و بخیلی میکنیم. الله میگوید ولا یغتب بعضکم بعضا، هم دیگر رو غیبت نکنید که خوردن و یا گوشتی او رو دوست میدارید غیبت میکنید. الله میگوید و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، هم دیگر رو به حق و به صبر همیشه وصیت میکردن، اما ما برعکس به بی‌صبری و ناحقی وصیت میکنیم، هیچ برکت نداره. یعنی این چیز در قلب هر یک نفری ما باشد که من قرآن را حفظ میکنم، اما پیش از همه عمل میکنم که این راهی روش صحابگان بود، این راهی روش شاگردان پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی که قرآن را حفظ نمیکرد هرگز در آنجا زجر کردنشان یا قهر شدنشان یا با او دغلانه مناسبت کردنشان را نمیبینید. اما کسی که به گفته قرآن عمل نمیکرد، حتی همسرشان باشد هم پیامبر با او قهر میشدند، حتی از صحابگان نزدیک باشد هم پیامبر او را زجر میکردند، حتی به او تا اندازه یعنی غضب خود را نشان میدادند به آنهایی که عمل نمیکردند. امروز ببینید عمل به قرآن کجا رفت؟ و قرآن در طور سر مرده ها می ایستد، یا قرآن در سفره نکاح بعضی ها می ایستد، یا قرآن در یک طرف خانه بعضی ها می ایستد. اما اون چیزی که در داخل قرآن است در آن خانه ها هرگز نمی بینید عمل کرده شود. از اینکه ما فراموش کردیم که قرآن برای حفظ کردن و فقط در سر نکاح و مرده ها خواندن، یا اینکه قاری شدن و با آواز زیبای خود معرکه ها را خسرو کردن و تجلی دادن، و قرآن برای عمل کردن آمده بود. و اگر یک کشور و دولت عمل نمی کند، چه خیلی گفته ایستادم، من و شما عمل کنیم و خانواده ما به قرآن عمل کند، میبینید که چی تاثیر خواهد داشت و در حفظ هم کمک میکند. یعنی زیادی خواهرایی که میپرسند چگونه شما حافظ شدید یا اینکه طرز آسان ترش، عزیزان بهترین راهی حفظ قرآن این است که معنایش را دانید. وقتی شما میدونید سوره مثلا و نازعات درباره چی صحبت میکند، وقتی شما میدونید از سوره عبسه درباره چی صحبت میکند، سوره تبارک درباره چی صحبت میکند، حفظ کردن شما آسان میشود. و این چنین در نماز وقتی میخوانید خواه و نخواه تدبر میکنید، درباره‌اش فکر میکنید و گناه هم کردنی شدید، یکم میگوید الله در قرآن چنین میگوید، چرا من خلاف این گفته الله کنم؟ برای همین عزیزان اینجا مهمترین چیز که خیلی از اولی برنامه گفتم، پروردگار یدبر و آیاته میگوید، قرآن را نازل کردیم تا اینکه تدبر کنید و پند بگیرید، عمل کنید، زندگیتان قرآن باشد. چگونه که حضرت عایشه میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم کان قرآنا یمشی فی الارض، پیامبر قرآن بود که در روی زمین راه میرفت. یعنی کلی آن چیزی که در قرآن بود پیامبر آن را عملی میکرد. صحابه ها هم، یعنی صحابه هایی هستند که میگویند در قرآن الله میگوید و اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اگر به خانه کسی رفتید و در رو زدید، کسی به شما گفت برگرد، من الان نمیتوانم خانه رو یعنی در خانه رو به تو باز کنم، شما باید برگردید. بعضی صحابه میگویند همین موقع به من شود که من به همین قرآن به همین آیت عمل کنم، به جای روم کسی به من درش رو باز نکند، باز گوید بگرد که من برگردم و گویم اون چیزی که در قرآن است من عمل کردم. الله گفت
به خانه کسی رفتید و در را باز نکرد و برگرد، گفت برگرد، من برگشتم. یعنی موقع های رو انتظار میشدن که آن چیزی که هست عمل کنند. وقتی که آیت های صدقه نازل میشد، صحابه هایی که هیچ چیز نداشتن تمام روز در بازار کار میکردن که آیت صدقه هست، ما باید عمل کنیم. کمترین مزد درآمد خود را آن روز میگرفتند و صدقه میکردند که از جمله عمل کننده ها به این آیت ها باشه. و خیلی گفتم آنها بودند که دولت ساختن، آنها بودند که جامعه ساختن، آنها بودند که اخلاق ساختند. پروردگار خلفاء فی الارض کرد، یا گفتیم زمین را به دست آنها داد. و امروز هم اگر فقط عائله ها به این چیز عمل کردن را شروع کنند، برکت عمل کردن به قرآن زندگی یکایک ما را تغییر خواهد داد. این بود برنامه امروزه من همراه شما عزیزان، با امید آنکه خیلی هوا گرم هم هست. قرآن نه تنها تلاوت قرآن در خانه های ما باشد، در بالای دسترخوان و در بالای مرده های ما باشد، نه عمل کردن در قرآن در وجود یکایک ما و شما باشد. پروردگار عمل کردن به کتابش را و سنت پیامبرش را به ما نصیب کند. شمایان را تا برنامه های دیگر به الله یگانه می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.